به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان عزیز. درس 22 است از سلسله درس های روسی برای نواموزان. الفبای زبان روسی حرف او، اوکراپ، اوکراپ به زبان تاجیکی شیبیت می شود، گرچنده که اکثر تاجیکان اوکراپ می گویند. اوکراپ ترجمه اوکراپ شیبیت است. شیبیت. اوتیوک، به زبان تاجیکی اوتی یا اوتو یا درزمال، یعنی اوتو نیز هست ترجمهش و درزمال نیز میگویند و اوتی نیز آماده است. اوخه گوش. خب این بود درس 22. تا درس های نوبتی. خدا حافظ.